28 ایون سال 2022 مسابقه جمهوریوی اوید به کشتی ملی نوروزگاه شهر دوشنبه. جام رئیس شهر دوشنبه بخشیده به روز وحدت ملی. پهلوانان نامدار و امیدبخش تاجیک در مسابقه جمهوریوی جام رئیس شهر دوشنبه اوید به کشتی ملی در نوروزگاه پایتخت کشور جمع آمده بودند تا استقبال از 25مین سالگرد روز وحدت ملی نمایند. در نشستگاه‌های نوروزگاه مخلصان یک یک جمع آمده منتظر آغاز رقابت‌ها بودند. در پس صحنه ورزشکاران تاجیک تمرین‌های قبل از آغاز رقابت‌ها را انجام می‌دادند و به این طریق برای اشتراک در این مسابقه آمادگی می‌گرفتند. در صحنه و دیگر نقطه‌های نوروزگاه متصدیان چاره‌بینی، متخصصان فدراسیون کشتی ملی آخرین کارهای آمادگی خود را انجام می‌دادند. یک روز قبل از مسابقه بیست و هفتم ایون روز وحدت ملی. یک روز قبل از برگزار شدن مسابقه در فدراسیون کشتی ملی تاجیکستان سمیناری مخصوص برای داوران این رشته ورزش برگزار شد. بار دیگر به همه داوران قاعده‌های نوی داوری در کشتی ملی فهمانیده شد. در برابر داوران تاجیک در این مسابقه 2 نفر داور از جمهوری ازبکستان نیز دعوت شده بود که برای آنها نیز دانستن قاعده‌های نوی کشتی ملی تاجیکی ناگزیر است. گروه کاری یک روز پیش از آغاز مسابقه کارهای آمادگی را در نوروزگاه سر کردند. میدان کشتیگیری را آماده می‌نمودند، لوحه‌ها نصب می‌کردند. برای هر یک وزن مردانه در این مسابقه یک شاه جایزه اتومبیل سبکرو تقدیم می شود که در مجموع 5 ماشین سبکرو برای غالیبان پیش بینی شده است. امروز با دستگیری‌های مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه 5 شاه جایزه با غالیبان وزن مردان جدا نموده است و برای جایزه داران باشد تحفه‌های پولی به مقدار تا 36,000 سومانی 18,000 سومانی برای جایزه که تصدیق نموده است. برای وزن بانوان باشد 36,000 سومانی برای غالب وزنی بانوان و برای جایزه داران باشد 24,000 برای جای دوم 12,000 سوم برای جای سوم که پیشنهاد کرده شده است. 28 ایونی سال 2022 ساعت 17 بیگاه چاره‌بینی با رقص گلدختران انسامبل زیبا آغاز شد. بعداً در نزد حاضران با سرودهای وطن پرورانه خویش هنرمندان افزرشاه شادیوف و تابیش هلالی برآمد نمودند. گشتی وحدت، گشتی ملت، گشتی شان و شان ما، گشتی وحدت. در مراسم افتتاح چاره‌بینی نماینده ها از مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه، کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، فدراسیون کشتی ملی و دیگران اشتراک داشتند. این مسابقه بخشیده به 25 سالگی روز وحدت ملی برگزار شد. در پس صحنه در برابر دیگر مربیان و ورزشکاران با دیرکتور مکتب مخصوص ورزشی ذخیره‌های المپی رقم 6 شهر دوشنبه اوید به نمادهای کشتی دسقدین رجب خوردیم. طبق گفته‌های او حالا ما 25 سالگی روز وحدت ملی را تجلیل می‌کنیم. اما وی
نخستین مسابقه گشتینی ملی را که بخشیده به روز وحدت ملی 24 سال پیش در ناحیه رشت برگزار شده بود در خاطر دارد. این مسابقه را یکم بار وقتی که بعد وحدت ملی به امضا رسید، راستی من خود جداکار هستم. یکم همین مسابقه همین وحدت ملی را ما در جمهوری در ناحیه رشت حضور گذرانده بودیم. بنده همونجا بودیم، سرکوتی بودیم. وقتی ما امروز به این روز زدیم که اینجا رسیدیم، امروز روز 25 سالگی رو خدمت میکنیم. دیدیم که یک سالگی بود، اول بود از 25 سالگی. در من 25 سال فاصله، در این 25 سال فاصله بسیار تغییرات کلی یعنی که در جمهوری خودمون دیده می شود. یعنی که همه ما شاهد حال هستیم. این مسابقه به درجه عالی ورزشی رسیده اومده. یعنی که جایزه هاش که جایزه عالی است. سر کدر سر لباس اگر بینیم، سر لباس کلان فرقیت میکنه. سر لباس گذراندن مسابقات، گذراندن یعنی که داوری، بهادگذاری، هر یک عملی که می شود کلا تغییر دارد. در میان پهلوانان اشتراکچی یکی از ورزشکاران سابقه داری نماد گشتین و نایب قهرمان آسیا نعمت الله اسلام قلوف را واخوردیم که سالها بود در میدانهای بزرگ گشتین حضور نداشت. حالا وی 40 سال دارد ولی امروز او آماده است تا بگوید ورزش سن و سال ندارد. هیچ یگون سبب نیست. همه یک ذوق کردیم، گفتیم میروز امی سال 40 ساله شدیم، گفتیم یک 40 سالگی یک برآمد کنیم، یک خدمت نشون دهیم یا شده یک امکان باشه. مثال بینن که مثال اولی من برآمد کردن ممکنه، مثال سلامتی ساز باشه برآمد کردن ممکن. این سپورت یک چیزیه که سنتی ایده، این بسیار همی بهترین سپورت است. همی چه گم این همی با بیامون همی اولین همی گوشتین گرفته آمدگی هم میگم همی برای یوشو بسیار خوب میشید که همی ولی بسیار یوشو یک 4-5 سال تمرین کرده با مشق پاس کردگی هم پیر شدیم. گفته نه این دوام دادن در خدای ولی تا 40-45 اگر سلامتی خوب باشه تا 50 سالگی را میروه، یگون جای چی نداره. همچنین در میان پهلوانان تاجیک بانوان ورزشکار نیز در جام رئیس شهر دوشنبه اشتراک میکنند و آمادگی لازمه را دیدند. نخست در پس صحنه با شاهد قلندر و دچار آمدیم که الکی کیمنا بر کرده همراه با مربی تمرین میکرد. طول 8 سال نشد که در نماد گشتین زودا مشق تمرین کرده ایستادم. حالا باشد در جمهوری تاجیکستان با گشتین ملی که در جمهوری تاجیکستان برگزار میگردد بر روز وحدت بخشیده شده است. ما در اینجا هم دختران هم پسران با تیاری خوب میخوایم اشتراک کنیم و سزاوار جایهای نمایان گردیم. البته من بر این مسابقه آماده خوب دیدم، میخوام که در این مسابقه دست بالا گردم. موافق قرعه‌پردازی در دور اول شاهده با ورزشگر بانوی دیگری ما اهلیه مومین و وارد رقابت خواهد شد. اهلیه میگوید که به این مسابقه آمادگی مخصوص گرفته است و امید پیروزی در این رقابت ها را دارد. تیاری ها ساز است، هر روز مشق تمرین می‌نماییم. رقیبای اساسی ما همه این دخترانی که در وزن 60 کیلو اشتراک می‌نمایند، شاهده قلندر و جانانه، روحافظون، فضیلت، اپای شکرانه، همه اینها که اشتراک میکنند، همه اینها رقیب ثابت میشوند. کمتر آشنا هستند، بسیار با آنها که تو آزمایی نمیدونم. در مسابقه مذکور 8 دسته از جمله دسته ولایت مختار کوهستان بدخشان، دسته ختلان 1 و ختلان 2، دسته ولایت سوخت، دسته دوشنبه، دسته شهر و ناحیه‌های تابع مرکز، دسته منطقه رشت و فدراسیون ملی گشتینگیری تاجیکستان دست پروران خود را به میدان برآوردند. مسابقه جمهوری در 5 وزن میان مردان شامل 65، 75، 85 تا 95 و جمع 95 کیلو و بانوان در وزن 60 کیلو برگزار شد. در این مسابقه زیاده از 123 ورزشکار
ҳузур дорад ки байни ҳам рақобат доранд. мусобиқаи ҷумҳуриявӣ бахшида ба ваҳдат соли чорум аст ки аз ҷониби мақомоти иҷрои ҳукумати шаҳри Душанбе бо дастгириҳои мақомот ва дар якҷоягӣ бо федератсия баргузор мегардад. паҳлавонон байни худ хеле сабқатҳои ҷолиб ва хеле сабқатҳои пуршиддат, яъне ки бо як партовҳои хеле зебо ва як сабқатҳои хеле хуб давом расиданд. мураббии шоистаи ҷумҳурии Тоҷикистон Холмаҳмад Толипов аз ноҳияҳои тобеи марказ аст. вай ба ин мусобиқа 7 шогирди хешро овардааст. дар ин мусобиқаи бонуфуз ки мусобиқаи ҷашнӣ аст, 7 шогирди ман баромад намуда истодааст дар вазнои то 66 килограмм, то 77 килограмм, то 85 килограмм ва ҷамъи 95 килограмм. ман хеле боварии комил дорам ки дар ин мусобиқаи бонуфуз тамоми паҳлавони ҷумҳурӣ аз тамоми кишвар ширкат варза намуда истоданд ва барои равнақ ривоҷи гӯштини миллӣ ки гӯштини миллии мо гӯштини байналмилалӣ шуда истодааст ва гузашта истодааст, бори панҷум шудааст. аз байни ин ҷавонон паҳлавонони шинохтаи ҷумҳурӣ ва устодони дараҷаи байналмилалӣ ба воя мерасанд ва онҳо ба мусобиқаҳои байналмилалӣ сафарбар карда мешаванд. фаридон Устопириён ҳамчун мураббии вилояти Суғдро намояндагӣ мекунад. аз вилояти Суғд зиёда аз 15 варзишкар дар ин мусобиқа иштирок мекунанд. мо дастаи вилояти Суғд дар ҳайати қариб 15 нафар дар 5 ваз варзишгарон омадаанд ки дар ин мусобиқа иштирок намоянд. ин бисёр иқдомие ки аст ки таи чанд сол бозе ки ваҳдати миллиро бо як иди бошукӯҳ, бо як иди варзишӣ ки имсол 25 солаги ваҳдати миллии ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад, бо ташаббуси раиси шаҳри Душанбе гӯштини миллӣ бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ ташкил карда шудааст ки ин хеле барои варзишгарон як такони ҷиддӣ мешавад дар оянда барои мусобиқаҳои байналмилалӣ. дар мусобиқаи ҷумҳуриявӣ ҳам паҳлавонони номдор ва ҳам паҳлавонони ҷавону умедбахш нирӯсанҷӣ намуданд. мухлисони сершумор аз тамоми минтақаҳои Тоҷикистон дар наврӯзгоҳи пойтахт ҷамъ омада буданд, то ки дар баробари таҷлил аз ҷашни ваҳдати миллӣ аз ҳунару маҳорати паҳлавонони кишвар лаззат бибаранд. рақобатҳо то нимаи шаб ҷараён дошта, марҳила ба марҳила беҳтаринҳо муайян гардидаву дар дили шаб рақобатҳои ниҳоӣ сурат гирифт. аз ин мусобиқа имрӯз аз паҳлавонон аз умедворем ки яъне асос мухлисҳоро шод менамоянд. чунки мо дидаистем дар майдон зиёда аз 6000 мухлис ки иштирок дорад бо як доду фарёду бо як ҳуштак мухлисӣ карданд. паҳлавонҳо бо як сабқатҳои хуб мухлисҳоро шод намоянду ва ғолибони вазни мардум бо шоҳ-ҷоизаҳо, яъне ки сазовор мегарданд, бонувон бошанд, бо маблағҳои бо тӯҳфаҳои пулию молӣ сарфароз мегарданд. ҳамин тариқ ба рақобати ниҳоии миёни бонувон дар вазни то 60 кило Фазилат Гулбоева аз дастаи Душанбе 1 ва Ҷунона Назарова аз дастаи Хатлок 2 андари майдони рақобат шуда ва дар камтар аз 1 дақиқа Ҷунона Назарова ғолибият ба даст овард. дар миёни бонувон Аҳлия Муъминова ва Рӯҳафзун Бекназарова соҳиби медали биринҷии мусобиқа гардиданд. Фазилат Гулбоева дар зинаи дуюми ифтихорӣ ва Ҷунона Назарова ҷои якумро ишғол намуда дар маросими тантанавӣ аз дасти масъулин медалу ифтихорнома ва ҷоизаҳои худро дарёфт карданд. خیلی احساس خوب است. بار اول است در چون مسابقه سطح جمهوری جای یکم را اشغال میکنم. با همه مادران پدران و با استادان و به روز وحدت ملی را تبریک میکنم.
در وزن تا 65 کیلو میان مردان در فینال مسابقه جام رئیس شهر دوشنبه اوید به گشتین ملی مولا رجب خلیفه و امام علی نورعلی راه یافته. پس از 3 دقیقه نیروسنجی مولا رجب خلیفه حریف را به تختپوش زده غالب این وزن شد. همین طور در سبکترین وزن میان مردان عبدالله عارف و بهرام صوفیوف به گرفتن مدال های برنجی نائل شده. مدال نقره نصیب امام علی نورعلی گردید. مدال طلا و شاه جایزه این وزن به مولا رجب خلیفه از دسته ناحیه رشت سپرده شد. رقیبان بهترین پهلوان های شهر و ناحیه های تابع مرکز ریسپوبلیکا بود. بهترین پهلوان ها از همه رقیبی سختری من امروز بهرام صوفیوف کمتر مشکل بود. با همراهی وی گشتین گرفتم. در فینال وزنی تا 75 کیلو باشد دو ورزشکاری دسته دوشنبه مسعود احمدزاد و حیدر سید کبیرزاده با هم نیروسنجی کردند. رقابت این دو ورزشکار به وقت علاوگی کشیده شد و در آخر کار مسعود احمدزاد در یک ضد اصول صاحب امتیاز پهلو گردیده پیروز شده صاحب مقام اول و شاه جایزه این مسابقه گردید. محمد اقبال تاشف و محمد رحیم سرخانوف نشانهای برنجی را مال خویش کردند. رقابت فینالی ما چنان که شما دیدید جذاب و جالب دیدنی گذشت و ما با برتری در وقت علاوگی با برتری یک پهلو سزاوار جای اول گشتم و صاحب شاه جایزه گشتم. من و مربی خود رزق‌الدین رجبوف و برادرانم که مرا دستگیری خوب میکنند سپاس خود را میرسانم. در دل آرزوهای زیاد دارم که بر مثل ورزشگران جایزه‌داران المپیک پرچم عزیز خود را در عرصه‌های بین‌المللی برهم بردارم. رقابت فینالی وزن تا 85 کیلو نیز بسیار جالب و دیدنی صورت گرفت. حقنظر نظرов و محمد جان عبدالجلیل زاده رقابتی طولانی انجام داده هر دو جانب با کسب یکتایی امتیاز بدن خیلی مبارزه کردند. در آخر نیروسنجی محمد جان امتیاز کسب کرده غالب این نیروسنجی دانسته شد. صاحب مدال های برنجی این وزن مجیب مهراب زاده و همراز رجبوف از دسته ولایت سرخ شدند و مدال نقره و مکافات زینه دوم را حقنظر نظرов دریافت نمود. محمد جان عبدالجلیل زاده که از چمپیونات آسیای میان جوانان با سربلندی به وطن برگشته بود در این مسابقه جمهوری کلید ماشین سبکرو را دریافت کرد. تازه قهرمان وزن 85 کیلوگرم گوشین ملی شدم و خیلی که ما دانید حاضر در بجای اول مقام اول و مقام بلندترین سرفراز گردیدم و اولا احساسات من همین می باشد که من توانستم در 18 سالگی خود در سن 18 سالگی خود اولا در مسابقه که بسیارتر آرزوهای من در عرصه بین‌المللی اوید به جودو اشتراک کردن می باشد جای اول سزاوار گشتم و برای من در همین مسابقاتی که پیشتر برگزار گردید من باخته بودم و به خود وعده داده بودم و با پدرم مصلحت کرده بودم که در این مسابقات دفعه دیگر هم من رقم اول می‌باشم در جمهوری تاجیکستان. من باید از جمهوری تاجیکستان و هنرنمای جمهوری تاجیکستان من باید کنم در دیگر دولت‌ها و حتما می‌خواهم همین تشکر خود را به محترم اولا به ملت هم رسانم چون که همه این دستگیری‌ها همه این همین کارهایی که می‌بینید معرکه‌ها برگزار گردیده شدن خصوصا با دستگیری و پیروی آن کس می‌باشند و اینچنین می‌خواهم برای محترم رئیس شهرم تشکر خود را رسانم. خیلی با مخلصان خود اینچنین تشکر خود را می‌رسانم و
خیلی خوشحال می‌باشم و حاضر باشد شاه جایزه خود را گرفته به نزد مادرم به خانه‌مون می‌روم. امر می‌شود که رقابت ادامه داده شود. در وزن تا 95 کیلو دو ورزشکاری نامی کشور کامرانشاه استوپیران و جهانگیر مجیدوف با هم نیرو سنجیدند. این دو ورزشکار که از اصولهای همدیگر آگاهی لازم را داشتند، نه امتیاز ستانیدند نه امتیاز دادند و پس از انجام نیروسنجی چون آخرین شده کامرانشاه آگاهی گرفت، پیروزی در این نبرد نصیب جهانگیر مجیدوف گردید. سینه های سیوم افتخاری این وزن به مقصدالله زاییدوف و حمیدوف جمشید اختصاص یافته از دست مسئولین مدال و جایزه هایشان را دریافت کردند. جهانگیر مجیدوف باشد چهارمین شاه جایزه مسابقه سطح بلند را صاحب گردید. با مناسبت 25مین سالگرد وحدت ملی در شهر دوشنبه مسابقات خیلی با نفوذ برگزار گردید و من در وزن 95 کیلوگرم توانستم سزاوار جای اول و صاحب شاه جایزه مسابقات گردم و ناگفته نماند این چهارم بار می شود که من در چنین یک مسابقات با نفوذ صاحب شاه جایزه می شوم و امروز چقدر شما قید کردید آخری فینالی برای ما خیلی هم سخت و دشوار گذشت و خرسند از اون هستم که از این میدان نبرد با سر بلند برآمدم. از فرصت مناسب استفاده برده تمام مخلصان گشتنگ ملی، تمام شهروندان جمهوری همان را با این روز وحدت ملی تبریک گفته به آنها همیشه تن صحت و دل بیغم تمنا دارم. در وزن مطلق این مسابقه که وزنی به اضافه 95 کیلو محسوب می شود، تیمور رحیموف با شریف جان نظریوف برای شاه جایزه نیرو سنجیدند. در نهایت کار شریف جان نظریوف که از کیف آسیب برداشت نتوانست رقابت را ادامه بدهد و غالبیت نصیب تیمور رحیموف گردید. در وزن مطلق مقام‌های افتخاری سیوم نصیب پهلوانان ددخان قربانعلیوف و باباجان بابایف گردید. شریف جان نظریوف در مقام دوم افتخاری جا گرفت و تیمور رحیموف شاه جایزه جام رئیس شهر دوشنبه در مسابقه جمهوری گشتنی ملی را دریافت کرد. در جشن 25 سالگی وحدت ملی قرار داریم و خوشبختانه من در وزن جمعی 95 کیلوگرم غالب مسابقه گشتم و تمام مردم جمهوری این عید بزرگ را مبارکباد میگویم. من با 4 حریف خود فوز میکردم و 4 غالبیت صاف و دست آوردم و نقشه‌های اساسی ما این پرچم را در عرصه جهانی بلند برداشتن است و ما کوشش میکنیم که در مسابقه‌ای که در پیش ایستاده است، مسابقه قطبی قهرمانی آسیا و قهرمانی جهان خوب برآمد کرده پرچم جمهوری تاجیکستان را بلند برداریم. همین طور پهلوانان تاجیک 25مین سالگرد روز وحدت ملی را با مسابقه باشکوه تسجیل نمودند. مسابقه ساعت 17 آغاز شده تا ساعت 2 شب دوام کرد و هواداران گشتنی میهن هم تا به آخر پهلوانان را دستگیری کردند که این باری دیگر از شهامت و ارجگذاری و گشتنی نیاگانمان محسوب می شود.